دودستان نام فیلمی است که توسط سینمای منقل بنیان عظما درست شده و این هفته به معرفی اون میپردازیم. سکانس اول با بدبختی جدید عظما یعنی هک شدن اقصا نقاطش آغاز میشه. کار میکنیم ولی یه هکر داره تلاش میکنه وارد سیستم بشه. اینجا رو ببینید. در سکانس بعدی میفهمیم که 2 دانشجو دوربینای عظما رو هک کردن تا آمار جک و جونورهای استبل ولایت رو بگیرن. ما فقط میخواستیم ببینیم وقتی که مجلس تعطیل میشه نماینده ها سوار ماشیناشون میشن میخوان برن منزلشون چند درصدشون شمال شهر زندگی میکنن چند درصدشون جنوب شهر. اینجاست که کارگردان یه جمله پاسدار قاسمی طور توی دهن پلیس میچپونه و با باند مغلوب نظام تصفیه حساب میکنه که بعضی از این آقایون یه خونه ساده تو جنوب شهر دارن، یه خونه لاکچری بالای شهر. بله دیگه، وقتی مجلس نشینا مشغول بخور میشن، دشمنای نظام هم رخنه میکنن و به قول علم الهدی تا حلق و حلقوم عظما پیش میرن. انگار تو مجلس خبرایی. دشمنان نظام تیر و تیرکشی را میندازن و مهره های نظام هم مثل طالبی قل میخورن تو پله ها. در ادامه متوجه میشیم که سلاح دشمنای نظام به انبار مهمات وصله و تیرشون تموم نمیشه. هر وقت هم از سوراخ کردن بسیجیایی توی ساختمون خسته میشن، از پنجره امت همیشه در صحنه رو به رگبار میبرن. این وسط پلیس و نیروی انتظامی هم نقش پشمک رو بازی میکنه و کارگردان هم دنبال جنگولک بازی با دوربین و فیلمبرداری مثلا هالیوودی از ماشینای پلیسه. آخرش هم دشمنای نظام میزنن ساختمون رو میترکونن و پاسدارا هم جز این که خدا رو شکر کنن کاری از دستشون بر نمیاد. اینجاست که باید گفت زرشک. رئیس مجلس افسود در جریان تیراندازی نیروهای. تا اینجای فیلم کارگردان به دشمنان نظام مهلت داده بود که هر بزی میخوان برقصونن، اما این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. از اینجا به بعد وزارت اطلاعات به شیوه آبدوغ بنیان وارد میشه و یک پلیس رو به صورت نفوذی میفرسته تو زندان. آقا سلامتی همه داداشیان. بله، اینجوری نیست که فقط دشمنان تو نظام نفوذ کنن، عظما هم توی دشمنان نفوذ میکنه، منتها فقط توی فیلم. آزادی میتونی چی؟ منو از شهر اینجا خلاص کنی؟ عرضه داری؟ ادامه ماجرا رو دیگه لابد خودتون حدس میزنید. پلیس نفوذی دشمنای نظام رو در یک صحنه نمایشی فراری میده تا بره و اطلاعاتشو بفرسته برای بیت ولایت. نفهمیدم چطور شد؟ بینندگان عزیز، آیا پلیس نفوذی واقعا با اون یکی پلیس شلیک کرد و ناکارش کرد؟ یعنی اینقدر شل دسته؟ آقای کارگردان با یک صحنه سورپرایزمون کن جون مادرت. بله، پاسدار تیر خورده به اذن ولایت زنده میشه و اون نفوذی هم میره تو مخفیگاه دشمنان تا اطلاعات دانش بنیان رو بفرسته برای عظما. آقا یه پادگان مهمات اینجا ریخته، اسلحه سبک، نارنجک. همه امید عظما به این پلیس نفوذی بود، اما اینم طبق معمول گیجبازی در میاره و با یه گلوله پهن زمین میشه. در سکانس پایانی کارگردان با یک بیان هنری انگشت ناقص عظما رو به تصویر کشیده که وارد کادر میشه و میزنه ماشین نظام رو میپکونه. نمای پایانی تصویری سمبولیک از حال و روز عظما در محاصره مصیبت هاست و کارگردان پکیدن ماشین نظام رو به زیبایی به تصویر کشیده. تا معرفی یک فیلم آبدوخیاری دیگه از سینمای ولایت، شب و روزگار خوش.